این غولی که میبینید اواخر 2021 بود که به فضا پرتاب میشه و دقیقاً همه چی از همون موقع شروع میشه. جیمز وب 25 دسامبر به سمت نقطه لاگرانژی دوم پرتاب میشه که فاصلش از زمین حدود 1.5 میلیون کیلومتره. به خاطر همین نویز و نور زمین روش هیچ تأثیری نداره و میتونه راحت تر کارشو بکنه. این غول اینقدر قویه که میتونه گرمای بدن یه زنبور رو از میلیون ها کیلومتر نشون بده. فکرشو بکن، میلیون ها کیلومتر. ولی خب چطوری؟ آینه این تلسکوپ از 18 قطعه شیش‌ضلعی ساخته شده که جنس آینه ها از بریلیوم سبک مقاومه. جالبه که همشون روکش طلا رو هم دارن، چون طلا باعث میشه نور مادون قرمز رو بهتر جذب کنه. حالا وقتی این 18 قطعه رو بذاریم کنار هم، یک آینه از روکش طلا رو داریم که 6.5 متر فقط قطر داره، یعنی بزرگترین آینه‌ای که به فضا فرستاده شده. تصویرهایی که این تلسکوپ گرفته واقعاً شگفت انگیزن. حدوداً 12 جولای 2022 جیمز وب چند تا از رصدهای خودشو به ناسا فرستاد. اولین عکس مربوط به میدان عمیق بود. یک تصویر خیلی زیبایی از هزاران کهکشان رو نشون میداد که توی یک نقطه از فضا هستن. بعضی از کهکشان‌ها حدود 13.5 میلیارد سال سن دارن. 13.5 میلیارد، یعنی حدود چند صد میلیون سال بعد از انفجار بیگ بنگ. توی همین تصویر یک خمیدگی دیده میشه که نشونه ی لنز گرانشیه، یعنی نور کهکشان‌های پشت با کمک جرم کهکشان‌های جلو خم شده که همچین تصویر زیبا و عجیبی رو به ما نشون داده. رصد بعدی جیمز وب از سحابی کارینا بود که بهش سحابی شاه تخته هم میگفتن. این تصویر یک نقطه پر از گاز و غبار رو نشون میده که داخل اونا هزاران ستاره در حال متولد شدن و ساخته شدنه. البته این تصویر مال خیلی وقت پیشه. حدود 7500 سال طول کشیده که نورش به جیمز وب برسه. اگه دقیق تر نگاه کنی، ستونهای بلندی از گاز رو میبینی که حتی بعضیاشون از کل منظومه شمسی هم بزرگترن. این گازها توی ناحیه‌ای هستن به نام صخره‌های کیهانی که مثل کوه‌های بخار دیده میشه، ولی در واقع پر از ستاره‌های تازه متولد شده است. این رصد مربوط به مرگ ستاره است. برعکس تصویر قبلی، این تصویر یک ستاره رو نشون میده که در حال متلاشی شدنه، که حدوداً این اتفاق 2500 سال پیش رخ داده و بعد از این همه سال نورش به جیمز وب رسیده. نکته جالب اینه که میشه وسط تصویر هسته ستاره رو دید که به شکل کوتوله سفید در اومده. حتی نور مادون قرمز کمک کرده که ما واضح‌تر لایه‌های پخش شده گاز رو ببینیم. فکرشو بکن، مرگ یک ستاره تونسته همچین صحنه زیبایی رو بسازه. عکس بعدی جیمز وب خیلی عجیبه. تصویری از چند کهکشان. کهکشان 5 تایی استافن، اما در واقع 4 تاش کنار هم هستن و یکیشون توی خط دید ماست. یعنی از اون کهکشان ها به ما نزدیک تره، ولی تصویر از زاویه‌ای گرفته شده که انگار اون کهکشان کنار 4 تای دیگه است. نکتهش اینه که جریان‌های گازی بین کهکشان‌های نزدیک هم رد و بدل میشن که این جریان‌ها باعث تولید ستاره‌های جدید میشه.
حتی توی یکی از اون کهکشان‌ها یک سیاهچاله فعال دیده شده. این دفعه یک سیاره بیرون از منظومه شمسی WASP 96b رصد شد. سیاره‌ای که 1150 سال نوری با ما فاصله داره. اما چه چیزی اونو عجیب میکنه؟ رصد طیفی نشون داده که توی این سیاره بخار آب وجود داره. جالب اینجاست که وقتی این سیاره داشته دور ستاره خودش میچرخیده، نور اون ستاره باعث شده که جیمز وب بخار آب رو روی سیاره تشخیص بده. یعنی بدون اینکه اون رو ببینن، با نور اون تونستن بفهمن که بخار آب داره. این سیاره که حدوداً نصف مشتریه، درسته آب داره اما قابل حیات نیست، چون یه سیاره گازیه. جیمز وب این بار یه چیز خیلی خاص رو شکار کرد. یه کهکشان جالب، کهکشانی به اسم سامبرورو. یک نوع کلاه مکزیکیه، چون شکلش دقیقاً مثل همون کلاه‌های لبه‌دار مکزیکی است. این کهکشان حدود 31 میلیون سال نوری با زمین فاصله داره و ساختارش ترکیبی از کهکشان مارپیچی و بیضویه. وقتی به تصویر نگاه میکنی یه نوار ضخیم از غبار دیده میشه که قرص کهکشان رو به 2 قسمت تقسیم کرده. دقیقاً همین نوار محل تولد ستاره‌های جدیده. مرکز کهکشان هم به طرز خیلی عجیبی روشنه، چون مرکز پر از ستاره‌های پیر و متراکم شده است. امروز با چند تصاویر گرفته شده توسط جیمز وب آشنا شدیم. این تلسکوپ از سالی که پرتاب شد تا به اینجا که بیش از 1500 تصویر رو به این ثبت گرفته که اگه بخوایم به همه اونها بپردازیم ساعتها طول میکشه. ولی همین 6 رصدی که بررسی کردیم به ما ثابت میکنه که کیهان ناشناخته تر از اون چیزیه که فکر میکنیم.